سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اومدم با یه فرمول دیگه، فرمولی که خیلی برای پیدا کردنش اذیت شدم، بارها و بارها آزمون و خطا کردم، کلی هم متریال حروم شده. میخوام بدونید که چه زحمتی پشتشه. پس اگر ازش استفاده کردید و راضی بودید، حتما یه کمک به یک نفر انجام بدید. بهاش میشه کمک به یک نیازمند. خب من 118 تا 120 گرم گفتم که میتونیم آب رو اضافه کنیم. آب شهری باشه، شور نباشه. اینو در موردش قبلا صحبت کردیم. یعنی پایه کار رو میدونید. 4 الی 5 گرم رزین روان کننده سنگ رو داریم. آلفا بهش میگیم، 5 جزئی هست. کربوکسیلات میگیم. اسمای مختلفی داره. این روان کننده رو که اضافه کردیم، یه کوچولو هم زدمش. دیدین با دست هم زدم، همین کفایت میکنه. 120 گرم سیمان سفید ریختم. 120 گرم هم من از مل استفاده میکنم چون یه ترکیب خیلی خوبی رو بهتون میده. پودر سنگ استفاده کردم، زیاد جالب نشد، ولی مل یه چسبندگی جذابی میده. 20 گرم سیلیس و 20 گرم کربنات کلسیم. میتونید اصلا به جای مل کلا کربنات کلسیم استفاده کنید. حالا بهتون میگم از کجاها میتونید این موارد رو تهیه کنید. یک دور هم زدم با همزن برقی، بعد دوباره گذاشتم روی ترازو و 140 گرم گچ سفید ساختمونی رو بهش اضافه کردم. و مجددا که هم زدم و آماده شد، حباب‌های اضافی رو با هم زدم به صورت دورانی از داخل این ظرف خارج کردم و دیگه نکات قبلی رو هم میدونید. اسپری کردن آب و مایع داخل قالب ها برای حباب نزدن خب کمک کننده است. اونا که اسپری سیلیکون دارن از اسپری استفاده کنن، اون دیگه انتخاب خودتونه. و دارم کامل کار رو بهتون نشون میدم تا نتیجه رو ببینید که پشت کار حباب نزده، کاملا صافه. من خودم از این فرمول واقعا لذت بردم. آلفا و متا واقعا آزاردهنده است. همین برگ جینگو رو که میبینید داخل تصویر، اون فوق‌العاده حباب میزد با پودر متا یا آلفا. حالا باز آلفا خیلی بهتر از متا بود، اما این فرمول تقریبا میتونم بگم حباب داخلش صفره. مقاومت خوبی داره، اگه بهتر از اونا باشه کمتر نیست. اینم از پشت کار. حالا یک مورد رو من آروم بهتون نشون میدم، یعنی دورتون نذاشتم که راحت تر ببینید. نتیجه کار رو میبینید، نه حبابی هست نه پشت کار ایراد، کاملا صافه. حالا اینکه کدوم فرمول رو شما استفاده کنید، حالا از پودرهای آماده آلفا متا دوستانی استفاده کنید، اون دیگه سلیقه‌ای و به انتخاب خودتونه. ببینید کدوم براتون راحت تر، کدوم براتون به صرفه تره. من واقعا از وقتی اینو استفاده میکنم دیگه دوست ندارم پودرهای هنری آماده رو بگیرم. یه نکته هم بهتون بگم، وقتی که بیستون خیسه، در همین حین که دارین خارج میکنین میتونین دورگیرش رو انجام بدین، چون کاملا نرمه. راحت میتونید حالا با یه کاتر یا چاقو اضافات کار رو بگیرید، مگر یه کاری باشه که نیاز به سنباد زنی داشته باشه، اون رو بذارید بعد از اینکه خشک شد، یه 5-6 ساعت بعد که رد سنباده زبر نمونه روی کارتون. امیدوارم از این آموزش استفاده کنید و لذتش رو ببرید. موفق باشید.